حديث نمبر 10. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. میگن رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن لا يدخل الجنة قاطع رحم. داخل نمیشه به جنت قطع کننده رحم، یعنی کسی که روابط خود با امرای اعضای خانواده خود، مثلا کاکا و ماما و خاله و عمه و خانواده هایشان و دیگه مسلمان ها صله رحم قطع میکنه و یا با دیگه مسلمان ها سخن گفتن گپا را قطع میکنه، رفت آمدی درست نداره، روابط خوب نداره با امرایشان، همه از او خفه هستن، دیگه این داخل جنت نمیشه. از این حدیث ما و شما درس میگیریم که انسان مسلمان باید رابطه خود همراه تمام مسلمان ها، اقارب و خویشاوندا و دوستا و گپا، رابطه خود باید داشته باشن، ولو که از طرف از اونا کدام ضرر ببینه یا اونا امرایش رابطه درست نمیگیره، ای باید رابطه خود قطع نکنه، چرا کسی که صله رحم قطع میکنه ای از جنت محروم میشه. و السلام علیکم و رحمت